بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران عزیز و گرامی، بینندگان عزیز، لبجون و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. محمد یوسف از ناحیه سینا، سلامت باشید. خدا خیر برکت. سلامت باشید لبجون. گوش میکنم. سلامت باشید. سلامت باشید. خدا خیر برکت. سوال معلوم است، فهم است. سلامت باشید. خب محمد یوسف از شهر دوشنبه از ناحیه سینا گفت به فکرم میگوید بسیار خوشحال هستم که شما رو در منبرها میبینم یا که صحبت شما رو میشنوم. الحمدلله. الحمدلله، خدا را شکر میگیم که باز مهلت و فرصت داده است که به حدی توان به نیتی که من اجر بگیرم و شنونده در زندگی کامیاب شد، خصوصا جوانان کامیاب شوند در زندگی و سعادت دنیا و آخرت به دست بیارن. این رو من شکر میگم قبل از همه. و سوال این است، میگوید که چیکار کنیم که در تربیت فرزندان کامیاب شویم. برادر عزیز محمد یوسف اگر از اول صحبت من گوش میکردن، قبل از همه ولو با نیت نیک ازدواج کردن، لقمه حلال خوردن، ولو ما دعای سنتی داریم پیش از همخوابگی، پیش از لباس کشیدن و عریان شدن در معامله زن و شوهری، اللهم جنبنا من الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، پروردگار شیطان رو از ما دور و ما رو از شیطان دور، و اون چیزی که به ما از فرزند روزی میگردونی شیطان و جین رو از ضرر جین و شیطان فرزند ما رو حفظ کن. این دعا رو خوندن. لبی علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. رحمت سلامت باشید. خدا خیر برکت. لبی جون مرحمت. خب سلامت باشید. خدا خیر بداشتید. موفق باشید. سلامت باشید. خب سلامت باشید. خب برادر میپرسن که موافق شریعت، موافق دین مبین اسلام، یعنی فرزند میتواند ازدواج کند با زنی که از شوهرش جدا شدگی است به اجازه پدر و مادر؟ خب موافق شریعت این درست است، چرا که اون هم تجربه زندگی دارد. خب اگر که ناکام هم شده باشد، از شوهر جدا شده باشد یا که شوهرش فوتیده باشد، به هر حال یعنی تجربه زندگی دارد. ولی این جوانم که با اون زنی از شوهر برآمده به اجازتش پدر و مادر ازدواج کند، یعنی نکاحشون درست است. لیکن ما یک چیز رو باید به نظر بگیریم، یعنی روزگی پدر و مادر، وجود داشتن پدر و مادر، چی از اون زن باشد چی از این جوان، وجود داشتن در همون نکاح، در همون عقد، در همون معامله زن و شوهری، وجود طرفین خیر برکت زیاد میارد. خدای نخواسته ما در تجربه بپرسید شما ها، ببینید شما ها که در زندگی اونایی که پنهانی ازدواج کردن، پنهانی شوهر کردن، چی شدن؟ چی حال دارن؟ چی زندگی دارن؟ انسان باید عقل، انسان رو پروردگار عقل داده است. حالا ببینید پروردگار انسان رو عقل داده است، در نتیجه همین عقل انسان پیغمبر فرستاد، کتاب فرستاد، جهنم آفرید، جنت آفرید، حلال آفرید، حرام آفرید. همه این در نتیجه عقل انسان است. اگر انسان عقل نمی داشت این همه رو نمی آفرید، خلق نمی کرد. برای همین باید ببینیم که اونایی که پنهانی میکنن کارهایشون رو، برای چی پنهانی میکنن؟ ولی یک مثال عادی، این جوانی که پنهانی زن میگیرد، خب در خانه همین پدر و مادر 20 سال زندگی کرد، اینو با هزارها امید و آرزو، همین کودک که یک گوشپاره خام، با هزارها آرزو و نوازش این رو کلان کردن. اون جوان مرد شد، کلان شد، 20 سال نان و نمکی همین پدر و مادر رو خورد. همین پدر و مادر نبود که در خردسالگی همین جوان چند هزار بار
بینی افلاسی همین فرزند رو توزه که فراموش می شود. فراموش میکند انسان، باید فراموش کند مسلمان. از این نوع دمین نصیبوسی دیگر نمی شود. اگر مباد و ریزان نیستن یعنی دلیل بیارید، قانع کنید تا اینکه روزگی پدر و مادر و حضور پدر و مادر در ازدواج بدنش برکت بیارد برای شما، در زندگیتون، در فرزندانتون، در آیندهتون برکت بیارن، تا اینکه فرد و فرزندان شما هم پنهانی از شما هر کاری رو انجام ندهند که سبب حسرت، ندامت و ناکامی و بدبختی شما شود. من فکر میکنم که وقتمون به پایان رسید و از همه اونهایی که سوال کردن به قدری توان جواب گفتم، یا از اون برادرانی که تلفن کردن جواب گفتن نتوانستیم، منتداری و از پروردگار خیر و برکت زیاد آرزو میکنم. پروردگار همه عبادت های ما و شما و همه نیکی های ما و شما که نیکی های ما و شما همه عبادت است، پروردگار به درگاهش قبول کند و سعادت و برکت و عزت دائمی این دنیا و آخرت نصیب روزی بگرداند. و حالا هم که تلفن زنگ زده ایستاده است، ما انشالله تلفن های لبه. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمدلله سلامت باشید، خدا خیر برکت. مرحمت از قمسنگیر لبه. تمام پاسخ میگیم انشالله. پاسخ سلامت باشید. خب از قمسنگیر میگه که پدر و مادر رو با نام صدا کند، یعنی پدر جان نگوید یا مادر جان نگوید یا بابا نگوید یا یعنی اوچه نگوید و فلانی بگوید، گناهگار می شود. نه، این عینی به ادبی است، چرا که عرف ما در عرفی یعنی آداب و اخلاق اسلامی این هیچ نمیگنجد که پدر رو بگی که فلانی یا اکی فلانی، ممکن نیست. باید بابا، بعضی عادت کردن در اویله های اکا یعنی همچین احترام به جای پدر گفتن، یا پدر یا مادر یا اوچه یا بی یعنی کلمه های احترام. باید که پدر و مادر رو با کلمه های احترام باید صدا و معامله نیک باید فرزند معامله داشته باشد. خب این سوال اخیرانه بود که جواب دادم و تو برنامه های آینده دیگر در پناه الله سبحانه و تعالی باشه. خداوند عزوجل همیشه حفظتون کنه، همیشه کامیاب و موفق و سربلند باشید. موفق باشید.